سرخط خبرها درخواست آزادی 8 نفر از زندانهای تاجیکستان، بازداشت مسئول کمیسریت حربی بعد طلب پاره، مرگ یک مسافر هواپیمای اورال در راه به تاجیکستان. سلام بیننده‌های عزیزی نوید بامدادی، امیدوارم خوبید و ما رو تماشا دارید. امروز 20 مارت است. نوروز یا سال نو خورشیدی در تاجیکستان ساعت 8:06 به وقت محلی 20 مارت فرا رسید و در همین وقت شب و روز برابر شد. این شرح علمی وارد شدن نوروز به تاجیکستان است، ولی بر اساس ارزش تقویم فرهنگی روز 21 مارت نوروز استقبال می شود. نوروز در تاجیکستان بعد از کسب استقلالیت دولتی جایگاه و مقام مناسب خود را به دست آورد و از یک جشن مردمی تا به جشن دولتی اعتراف گردید. یک گزارشگر سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواسته است با کمیش 8 روزنامه‌نگار و حقوقدان را از زندان‌های کشور آزاد کند. مری لولور در نشست شورای حقوق بشر نام دلیری امامعلی، عبدالستار پیرمحمدزاده، زوقبек صالحов، عبدالله غربتی، الفتخانی محمدشویeva، منوچهر خالقنظرов، فراموز ارگашев و خوشروز جمعیف را به زبان آورده است. وی در یک پیام الهیده در شبکه ایکس نوشت قضیه این افراد را در صحبت با نمایندگان حکومت تاجیکستان نیز بارها در میان گذاشت. همه آنها پس از ماه می سال 2022 به سالهای دراز زندان محکوم شدند. مقامات آنها را به همکاری با سازمانهای ممنوع و خلابی و جنایت‌های دیگر گناهکار دانستند، اما خودشان و پیوندانشان گفتند که زیر فشار و شکنجه عیبنامه را پذیرفتند. یک مسئول کمیسریت حربی شهر حصار با اتهام گرفتن بیش از 17,000 سومانی پاره برای خطی دعوت شوندگان آلترناتیوی نامنویس کردن بازداشت شده است. آژانسی ضد فساد تاجیکستان خبر داد که یک شهروند به این نهاد مراجعت کرده است که سردار زیرشعبه مالیه و خواجگیداری کمیسریت حربی شهر حصار و برادر شفقت بیمارخانه مرکزی شهر حصار از او پاره طلب دارند. به گفته منبع بعد از گرفتن پاره از این شهروند، این مسئول کمیسریت حربی در جای حادثه دستگیر شده است. تا حال نزدیکان این مسئول بازداشت شده کمیسریت حربی در این زمینه اظهار نظر نکردند. نسبت بازداشت شده پرونده جنایی آغاز گردیده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. قرار است از 1 اپریل دعوت بهاری جوانان از 18 تا 27 ساله تاجیک به ارتش آغاز شود. سالهای آخر مقامات از افزایش صف اختیاریان صحبت می کنند. ساکنان از دعوت اجباری خبر می دهند. یک سبب اساسی سرپیچی جوانان از خدمت را بعضی از ساکنان و حامیان حقوق با بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان ربط می دهند که گاهی با مرگ و معیوب شدن آنها انجام می یابد. سازمان ملل متحد 20 مارت را روز جهانی خوشبختی اعلام کرده است، چیزی که همه انسان ها می خواهند از هر راه به آن برسند. یکی از راه سعی و کوشش و تلاش، دیگری از راه کار و زحمت زیاد. سازمان ملل خوشبختی و یا نیکو احوالی انسان ها را بر اساس یک ایده از معیارها از جمله سطح زندگی، درآمدی ماهانه، سلامتی بها می دهد. در تاجیکستان ساکنان بر اساس کدام معیارها خود را خوشبخت می شمارند؟ خبرنگاران رادیوی آزادی از راهگذران در دوشنبه و باختر پرسیدند که در کدام حالت خود را خوشبخت می حسابند. خوشبخت می بودم اگر پول می داشتم، مادرم چی عرضه می داشت عملی می کردند. خوشبخت هستم اگر آرامی باشد، تنجی باشد، ارزانی باشد، ما خوشبختیم. اکنون من همین سلامتیم باشد من خوشبختم. من فقط سلامتی مشکویت دارم. بازی من های دکتر آمدم رنگی کرده که میگوید 3 تا 50 سنتی دور پول ندارم. من همین بهترین همین نقص باشم پول یابم نقشم شد. من خوشبخت میشنم، پدر و مادرم در برم میبینم و سلامتی خوب از همه، سلامتی خوب از همه خوشبختی بهترینه. خوشبخت میبودم اگر افغانستان آرامی میبود. خیر تاجیکستان جای نقض است، خوش داریم، آرام هستیم، نقض میبینیم، دیگه هر کسی باز وطنش وطن دیگه چیز است. خوشحالی همین سبب میشه که خونت چی باشه هم وقتش میشه. من چشم روشانی دارم، چشم کرای دیگه دنیا بینوای نیست دنیا. هر چشم باشه که همه چی را میبینیم. تنجی آسودگی دولت باشه ما در خوشبختی ایام و خوشبختی پدر مادر با ما یک خوشبختی بزرگ. خوشبخت می بودم اگر
همین دولتی خودمون زندگی میکردم نه است دولتی ما زور وزیر پرزیدنت ما اخطان خانور سوختگی ما را پنسه میتیم پنسوی نه است میگیرم. خوشبخت می بودم اگر معیار خوشبختی از نظر شما کدام است؟ در زیر همین ویدیو با ما نویسید. با گزارش رسانه‌های روسیه یک مسافربری هواپیمای اورالسکی آویالینی در راه به تاجیکستان جان داده است. صحیفه آویاتورشینا در تلگرام نوشت حادثه شام 18 مارت روی داد. منبع میگوید هواپیما با 92 مسافر از مسکو به سمت کولوب به حرکت درآمده بود. با سبب بد شدن حال یکی از مسافران هواپیما را در فرودگاه کروماچ در سمر پایین آوردند. پزشکان با کمک شتافته ولی مسافر را نجات داده نتوانستند. هواپیما پس از 2 ساعت به سوی تاجیکستان پرواز کرد. بیننده های عزیز، برایتان درسی سوادی رسانه‌ای تقدیم می شود. این بخشی برنامه به شما کمک می کند به درستی فکت و دلیل توجه کنید. آیا هیچ به چنین حادثه‌ها دچار آمده اید که به شما نامه‌های الکترونی می‌رسند؟ در این نامه‌ها قصه می‌شود که صاحب نامه کارمند کدام یک بانک مشهور بوده، خویشاوندان کدام یک مزاجش را جستجو دارد که هم نسبی شما است و او بعد وفاتش مبلغ هنگفته را به میراث مانده است. قصه کوتاه از شما خواهش می‌کنند که برای ادامه صحبت مخفی با پست الکترونی این کارمند بانک نامه جوابی نویسید. همین که این کار را انجام دادید نسبت شما مهندسی اجتماعی شروع می شود. یعنی امکان دارد نسبت شما به خاطر دزدی اطلاعات شخصی یا هدف دیگر مثلا به دست آوردن گذرواژه قلابی اینترنتی صورت گیرد. قلابی اینترنتی یا آنلاین این عملهای جنایتکارانه سایبری با مقصد به دست آوردن داده‌های اطلاعاتی یا واسطه‌های مالی کاربران اینترنت است. قلابان فقط و فقط یک هدف دارند: با هر وسیله و با راه فریب به دست آوردن پول یا دارایی. آنها می‌دانند که چگونه مردم را به خود جذب کنند، با احساسات آنها بازی کنند یا آنها را بترسانند. در میان آنها روانشناسان، متخصصان ساحه مالیه، اقتصاد، بیمه یا سقورت و غیره هستند. حالا در اینترنت شکل‌های مختلف قلابی که به عمل‌های خیریه، خرید و فروش بلیط‌ها، کارت‌های ارمغانی، قماربازی و فروش ارزها، بازی‌های لاتری و غالبیت بدون اشتراک در آن و غیر وابستگی دارند خیلی رشد کرده است. طرح‌های قلابی با مقصد انجام دادن انتقال غیر نقدی مبلغ‌ها به حساب جنایتکاران است. قلابان اینترنتی هرچی بیشتر ایجادکاری نشان داده خود را به نویگری‌های نوترین تکنولوژی‌های رقمی به زودی مطابق می‌کنند و راه‌های نوی فریب کاربران اینترنتی را راه اندازی می‌کنند. قلاب اینترنتی چنان ذکر شد در شکل و نمادهای مختلف وجود دارد و هدف اساسی آن رسانیدن ضرر به همیان، کامپیوتر و شهرت شما است. قلاب اینترنتی یک قطار عملهای غیر قانونی را در فضای مجازی در نظر دارد و معمولترین آنها با نام‌های خاص خود یاد می‌شوند. فیشینگ یکی از معمولترین اصول‌های رخنه کردن گذرواژه و دزدی اطلاعاتی مخفی در اینترنت است. در این زمین از حیله‌های گوناگون از جمله انبوه فرستی هرزنامه‌ها یعنی اسپام از طریق پست الکترونی، پیام‌های فردی سازی شده از نام‌های سازمان‌های دولتی و مالیوی، شبکه‌های اجتماعی، اینچنین ایجاد سامانه‌ها و صحیفه‌های فیشینگی، روزنه‌های اطلاعاتی یا پاپ اپ‌ها و غیره استفاده می‌شود. ویشینگ یکی دیگر از اصول‌های قلابی با استفاده از مهندسی اجتماعی است. در ویشینگ قلابان با استفاده از ارتباط تلفنی نقش معینی را به صفت کارمندی بانک، خریدار و غیره اجرا کرده با بهانه‌های گوناگون از صاحب کارت‌های پرداختی معلومات مخفی را به دست آوردنی می‌شوند یا آن را وادار می‌کنند که با صورت حساب کارتی یا کارت پرداختی خویش عمل‌های معین انجام دهد. فارمینگ یک ترتیبی به طور مخفیانه هدایت کردن قربانی به سراغ IP بر دروغ است. با در نظر داشته آن که حالا کاربران، بانک‌ها، شبکه‌های اجتماعی و دیگر خدمات‌های اینترنتی از روش و اصول‌های گوناگون قلابی با استفاده از مهندسی اجتماعی آگاهی کامل دارند، قلابان اصول‌های نو به نوع فریب را جستجو می‌کنند. هدایت کاربران به IP-های قلبکی سامانه‌های فیشینگی از همین اصول هاست. بدکاران حمله‌گر برنامه‌های مخصوصی زیان‌آور را به کامپیوترهای کاربران پهن می‌کنند که بعد راه‌اندازی درخواست‌ها را به سایت‌های مشخص به سامانه‌های جعلی روانه می‌کنند. این امر مخفیت قوی حمله‌ها را تامین می‌کند و اشتراک کاربر به حد اقل می‌رسد. تنها باید انتظار شد کاربر کی تصمیم می‌گیرد که از سامانه‌های مورد توجه حمله‌گر بازدید کند. نامه‌های نیجری
яке аз кӯҳантарин қаллобиҳо аст ки ҳанӯз то роиҷ шудани интернет ҳам маъруфият дошт. Аммо бо пайдоиши интернет ва анбӯҳфиристии ҳарзаномаҳо, яъне спами оммавӣ, аз тариқи почти электронӣ боз ҳам бештар тавсея ёфт. одатан қаллобон ба гирандаи мактуб муроҷиат мекунанд то дар амалиёти пулӣ чанд миллион долларӣ кӯмак расонанд ва ба эшон ба ивази даромадӣ гирифташуда суду манфиати назаррас ваъда медиҳанд. агар гиранда ба иштирок розӣ шавад, пас аз ӯ тадриҷан бо роҳи фиребу қаллобӣ маблағҳои калонтар ва боз ҳам бузургтар гӯё барои анҷом додани муомилот, пардохти ҳаққи хизмат, ришват додан ба мансабдорон ва ғайра роёнида мешавад. Кардинг як намуди қаллобӣ ки дар он амалиёт бо истифода аз корти пардохтӣ ё реквизитҳои он сурат мегирад, дар ҳоле ки дорандаи корт ин амалиётро оғоз набахшидааст ва онро тасдиқ накардааст. маълумотро дар бораи кортҳои пардохтӣ одатан аз серверҳои аз ҷониби маҳкорон ё худ ҳаккерон рахнашудаи мағозаҳои онлайнӣ, низомҳои пардохт ва ҳисоббаробаркунӣ, инчунин аз компютерҳои шахсӣ тавассути барномаҳои дастрасии фосилавӣ, нарм афзорҳои ҷосусӣ, троянҳо, ботҳо ва ғайра ба даст меоранд. ҷавоб ба ин суол аслан хеле оддӣ аст. шумо бояд аз қаллобии эҳтимолӣ огоҳ ва то ҳадди имкон ҳушёр бошед, то ба онҳо дучор нашавед. пайванд ё истинодҳои аз ҷониби шахсони бегона фиристодашударо пахш накунед. ба истинодҳои кӯтоҳе ба мисли insta.gram ё yan.dex пайравӣ накунед, ҳатто агар ин пайвандҳо аз ҷониби дӯстони шумо ирсол шудаанд. дар низомҳои пардохтӣ ва почта, инчунин дар сурати ҳисобҳои бонкӣ аз асолатсанҷии дуомилӣ ё бисёромилӣ истифода кунед. суроғаҳои сомонаҳоеро ки шумо маъмулан барои муомилот ва пардохтҳои онлайнӣ истифода мебаред, дар парвандаи захираҳои писандида ҷой диҳед. аз браузерҳо ё мурургарҳое ба мисли Chrome, Safari, Firefox истифода баред ки аллакай имкони муҳофизат аз ҳуҷумҳои фишингӣ доранд. нармафзор ва заминаҳоеро ки тариқи почтаи электронӣ аз ашхоси номаълум ё шупанок дастрас мешавад, зеркашӣ ё боз накунед. ҳангоми харид дар интернет ҳеҷ гоҳ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ вайфаи ройгонро истифода набаред. хакерҳо вайфаи ройгонро дӯст медоранд, зеро дастрасӣ ба дастгоҳи шумо ва тавассути он дуздии маълумоти шахсиятон осон мегардад. ба сурати умум ба одамони ношинос бовар накунед. аз истинодҳои номаълум ва тасдиқ нашуда кор нагиред. компютери худро мунтазам барои олудагӣ аз вирусҳо тафтиш кунед. ба дигар корбарони ношинос пул интиқол надиҳед. одоби мубоҳисаи онлайнӣ ё чӣ гуна бояд баҳс кард то зарар набинӣ. чунин аст унвони дарси минбаъдаи мо ки манзури шумо хоҳад шуд. бо дарсҳои савуди расонаӣ дар радиои озодӣ бошед. бахши як рӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихи 20 мартро дар замонҳои гуногун фаро мегирад. بیستم مارت سال 1931 زاد روز شاعر و درامنویسی معروف فیض‌الله انصاری است که در 49 سال عمرش توانست در رشد تئاتر تاجیک نقشی مهم بازد و با نمایشنامه‌های زیاد صحنوی و تلویزیونیش معروف شد. او را اساسگذاری درامای منظومه تاجیکی هم می‌نامند که برای دایره وسیع تماشابینان با نمایشنامه‌های تئاتری امتحان، حیات و عشق، حکم مادر، توی برپا نشد و غیره شناخته شده است. از سال 2013 با تشبث سازمان ملل متحد هر سال در 20 مارت روز بین المللی خوشبختی جشن گرفته می شود. این روز مخصوص برای آگاهی از اهمیت قناعتمندی و رضایت و خوشحالی جامعه است، شرایط زندگی، درآمد اقتصادی، امنیت و معیشت ایجاد شده است. برخی پرسش‌های افکار عموم میگویند با دلیل فلسفه شکرگزاری و اعتقادمندی مردم در تاجیکستان اکثر ساکنانش از زندگی اظهار قناعتمندی میکنند، ولی در اصل با مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی دست به گریبانند. 20 مارت سال 1941 زادروز هنرپیشه سرشناس عبیدالله رجبوف است که در 80 سال عمرش بیشتر چون هجونگاری کسب شهرت یافت. کارمند سابقه‌دار تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی و مؤسس تئاتر مسکوی آینه بیشتر با هنرنمایی‌های یککش معروف شد. سالهای زیاد در مقام‌های رسمی و دولتی کار کرد. در انتخاب موضوع و هدف حجب و طنز احتیاطکار بود، ولی اعتراف می‌کرد که حجب سیاسی به منفعت مردم و دولتداری است. قرب روبل روسی نسبت به دیروز تا 70 درم پایین رفته است. امروز
1000 рубл ба 118 сомони 50 дирам баробар аст. Бар асоси қурбитаин кардаи Бонки Миллии Тоҷикистон имрӯз $100 амрикоӣ ба 1095 сомонӣ ва 100 евро ба 1188 сомонӣ иваз мешавад. бинандаҳои азиз, ташаккур аз шумо ки навиди бомдодиро тамошо кардед ва назару пешниҳоди худро ба мо менависед. шумо низ хабар ё аксу видео доред ба мо фиристед. То фардо дар ҳамин барнома худо нигаҳдори ҳар яки шумо.